دوستان عزیز سلام. آیا واقعا کارمندان دولتی و نظامیان دولتی سابق شامل این برنامه استرالیا میشه؟ این سوال در ذهن خیلی است، چون وقتی که شما وارد وبسایت وزارت خارجه استرالیا میشین و دمی قسمت تغییراتی که جدید آورده، یعنی اصلاحاتی که آورده دوستان قسمت، اگر شما بیاین این چک کنید که کیها واجد شرایط هست، در اینجا گفته که بله اونا شامل این برنامه میشه و میتونه که درخواست بدین. اما زمانی که شما اپلیکیشن فرم زیر پر میکنید یا شرایط برنامه رو وقتی میبینید، از اونجا قسمی معلوم میشه که فقط کسایی واجد شرایط هست که با نهادهای استرالیا قبلا کار کرده باشه. یعنی اگر ما بیایم همین راهنمایی در قسمت که گذاشته باز کنم دوستا و بریم شرایط زیر ببینیم، شما ببینید اینجا گفته که اگر شما میخواید این برنامه درخواست بدین باید اینی شرایط داشته باشین که اولش گفته شما باید شهروند افغانستان باشین که شما هستین و دومیش گفته که باید با نهادهای استرالیا قبلا استخدام شده و کار کرده باشین و سومیش گفته که به خاطر وظیفه‌ای که شما داشتین در معرض خطر باشین. چهارمیش هم گفته که بیشتر از 6 ماه شما باید در اون وظیفه کار کرده باشین. خب نظر به این شرایط اگر ببینیم دوستان، یعنی فقط کسایی شامل میشه که با نهادهای استرالیا قبلا کار کرده باشه. اما در وبسایت وزارت خارجه خب این آپدیت جدیدی که در اینجا آمده این چی هست، یعنی چرا این را آورده و در اینجا چطور گفته که نظامیان دولتی سابق و کارمندان دولتی میتونه که این برنامه ثبت نام بکنه. یعنی سوال اینجاست که واقعا ما و شما ثبت نام بکنیم یا نکنیم. دوستان عزیز، ما زیاد جستجو کردیم، وبسایت ها را زیاد گشتیم، ما خودیم بالاخره در این نتیجه رسیدیم که تغییراتی که در وبسایت وزارت خارجه استرالیا آورده شده، یعنی همین آپدیتی که در اینجا آورده این درست است. یعنی همین تغییراتی که شما اینجا میبینید در اینجا اگر شما این رو بخوانید که من در ویدیوهای قبلی هم برای شما دانه دانه یا اینا رو خواندم ترجمه کردم، کاملا واضح گفته که بله شما شامل میشین و میتونید که ثبت نام بکنید. اما همین تغییرات دوستان در قسمت اپلیکیشن فرم و در قسمت شرایط که پیشتر ما و شما در اینجا دیدیم، در این قسمت این تغییرات ناورده، به خاطر که شما هم میفهمین که هر کشوری که باشه اولویت برای کسایی میده که با نهادهای خودش کار کرده باشه، یعنی با نهادهای از دولت کار کرده باشه و زمانی که کارهای اونا اجرا شد بعد از باز کارهای دیگه کسا هم در نظر میگیرن که مثلا شامل این دو دسته افراد میشه. حالا دوستان اگر شما ثبت نام بکنید به احتمال خیلی زیاد یک شانس دارین و امکان داره که قبول شوین، که من نحوه آموزش ثبت نام در یک ویدیو دیگه ماندم، حتما ویدیو رو ببینید که چگونه ثبت نام میشه. و مراحل ثبت نام هم قسمی است دوستان که شما وقتی که میخواید این برنامه ثبت نام بکنید، اینجا برای شما گفته واضحه که برای گرفتن سرتیفیکیت، یعنی دوستان شما اما فرمی که پر کردین در او ایمیل آدرس که ما معرفی کردیم، در او ایمیل آدرس که ایمیل میکنید، در واقع شما درخواست یک گواهینامه میدین. وقتی که شما این گواهینامه یعنی تاییدی رو دریافت کردین، یک تاییدی در ایمیل شما میآید. بعد از او شما واجد شرایط ثبت نام در ویزای بشردوستانی استرالیا هستین که شما بعد از او باز در ویزاهای بشردوستانی استرالیا میتونید که ثبت نام بکنید. یعنی این رقم نیست که یعنی ثبت نام کامل شما باشه، شما فقط درخواست یک سرتیفیکیت میدین، یعنی درخواست یک گواهینامه میدین که تایید شوه که بله شما واجد شرایط هستین. وقتی که تاییدی آمد بر شما دیگه شما میتونید که برای ویزاهای بشردوستانی استرالیا ثبت نام بکنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید که ما حمایت شیم و بتونیم آموزش‌های خوب و بهتر خدمت شما بمانیم.